میخوای با ساعتی آشناشی که توی یه مزایده به قیمت 31 میلیون دلار فروخته شده؟ پس این ویدیو رو از دست نده. با من باش که میخوام راجع به 5 تا از گرونترین برندهای ساعت دنیا حرف بزنم. آخرین برندی که میخوام راجع بهش حرف بزنم ارزون ترین ساعتش 60,000 دلاره. یعنی 3 میلیارد خودمون. فکر کن ارزون ترین ساعتش 3 میلیارده. اولین ساعتی که میخوام راجع بهش حرف بزنم ساعت ایرلینگ اند سونه که سال 1845 فردیناند آدولف لانگ این شرکت رو تأسیس کرد و 23 سال بعد 2 تا پسرش هم اومدن به این تجارت پیوستن. اینم بگم این کارخونه یه دور تو جنگ جهانی دوم تو بمبارون هوایی با خاک یکسان شده و بعداً اومدن دوباره همه چی رو از صفر شروع کردن. لانگ به خاطر ساعت‌های پیچیده‌اش از جمله کرونوگراف‌های تک ثانیه‌ای و تقویماش شهرت زیادی داره. این برند تاکیدش تو تمام مراحل بر دقت، کیفیت و هنره. یکی از شعارهای این برند اینه: چیزی وجود داره که شما نه تنها از ساعت خودتون میخواین بلکه از خودتونم میخواین. اینکه هرگز ثابت نمونید. سوسماس. افراد معروفی مثل اد شیرن و بیل کلینتون از این برند ساعت استفاده میکنن. شروع قیمت تو این برند 17,300 دلاره. مدل روزگولد که از 876 تا قطعه تخصصی ساخته شده و 7 سال زمان گذاشتن و این ساعت‌ها رو ساختن و کلاً 6 تا ازش وجود داره، قیمتش 2 میلیون دلاره. برند بعدی پاتک فیلیپ که سال 1839 توی سوئیس تأسیس شد. این شرکت با اسم 2 تا بنیانگذارش نامگذاری شده، آنتونی پاتک و آدریان فیلیپ. این برند که جزء قدیمی ترین است از زمان تأسیسش سابقه ساعتسازی بدون وقفه داشته. سال 1915 آلبرت انیشتین یه دونه ساعت جیبی طلا از این برند برای خودش سفارش میده. پاتک فیلیپ بیشتر از 100 تا حق اختراع تا الان ثبت کرده. اگه تا اینجای ویدیو از ویدیو خوشت اومده خوشحال میشم لایکش کنی. یه بار از بین 58 تا ساعت برتر فروخته شده توی دنیا 48 تاش پاتک فیلیپ بود. البته اینم بگم خیلی از ساعت‌ها رو خود شرکت میاد میخره که اونا رو به موزه پاتک فیلیپ که توی ژنوئه اضافه کنه. یکی از شعارهای پاتک فیلیپ اینه: شما هرگز صاحب یه پاتک فیلیپ نمیشید. شما فقط از اون برای نسل بعدیتون محافظت میکنید. البته من فقط با قسمت اولش موافقم که خب واقعا هیچ وقت صاحب یه ساعت پاتک فیلیپ نمیشن. شروع قیمت تو این برند 18,600 دلاره. یه ساعت به اسم پاتک فیلیپ گرند مستر به قیمت 31 میلیون دلار توی یک مزایده فروخته شد. برند بعدی اودمارس پیگی، یه برند سوئیسیه که سال 1875 تأسیس شده توسط ادوارد آگوست پیگی و ژول آدمارس. به جرئت میشه گفت که اگه این شرکت نبود صنعت ساعت سازی سرنوشت الان خودشو نداشت، چون خیلی از اولین های صنعت ساعت سازی متعلق به این شرکته. مثلا اولین ساعت ورزشی مچی لوکس توسط این شرکت سال 1972 به اسم رویال اوک ساخته شد. سال 1946 نازکترین ساعت دنیا که ضخامتش 1.64 میلیمتر رو اختراع کردن. 1.64 میلیمتر. تا آخر ویدیو با من بیا که با اون برندی که ارزون ترین ساعت 60,000 دلاره آشناشی. همکاری با مارول هم فصل جدید واسه رویال اوک رقم زد که خب از شخصیت‌های ابرقهرمانا توی ساعتشون استفاده می‌کردن. شروع قیمت توی این برند 20,000 دلاره. افراد معروفی مثل لیونل مسی و تام کروز از این برند استفاده می‌کنن. برند بعدی برند افی جورنه. بنیانگذار این برند فرانسیس پال جورنه که یکی از بزرگترین ساعتسازهای زنده دنیاست.
سال 1985 یک کارگاه ساعت سازی زد که خب البته قبلش هم اومده بود روی قطعه تاریخی کار کرده بود و اونو مرمت کرده بود و اینجوری با دنیای قدیمی ساعت سازی آشنا شده بود. اون شیفته قرن 18 هم بود که عصر طلایی سنجش زمانه. ساعت‌ها تو این برند طوری طراحی شدن که قرنها دووم میارن و عملکرد قابل اعتماد خودشون هم از دست نمیدن. واقعا پشمام، خب بی خود نیست که جزء گرونترین برندهای دنیاست. ساعت‌ها تو برند FP از نهایت استاندارد برخوردارن و طوری که این شرکت سالی کمتر از 900 تا ساعت تولید میکنه، یعنی انقدر به جزئیات همه چیزا دقت میکنه و خب کیفیت خیلی براش مهمتره تا کمیت. ساعت‌هاش هم دستسازه. شروع قیمت توی این برند $26,000. گرونترین ساعت توی این برند تو خیریه اونلی واچ به قیمت $1,000,000 فروخته شد. برام کامنت بذار و بگو اولین ساعتی که داشتی چه شکلی بود؟ یادت هست؟ من که قشنگ یادمه چه شکلی بود و الان خیلی حسرت میخورم که چرا نیست، گمش کردم. خب رسیدیم به آخرین برند ریچارد میل یا RM توسط ریچارد میل سال 2001 تأسیس شده. ما توی این ویدیو راجع به برندهایی حرف زدیم که از قرن 19 میلادی فعالیت داشتن، ولی هدف ریچارد میل یه انقلاب تو صنعت ساعت سازی بود. اون میخواست هنجارهای ساعت سازی سنتی رو به چالش بکشه. از اونجایی که ریچارد میل عاشق دنیای اتومبیل رانی بود، اومد پایه و اساس محصولات خودشو بر اساس ماشینای مسابقه گذاشت. یعنی چی؟ یعنی بالاترین راندمان در سبکترین حالت ممکن. شعارش هم این بود: ریچارد میل یه ماشین مسابقه روی مچ دست شما. ریچارد میل با یه سری از افراد مشهور توی دنیا همکاری کرد تا توانایی خودش رو نشون بده. مثلا سال 2010 رافائل نادال با یه ساعت مچی ورزشی وارد زمین شد که توجه همه رو به خودش جلب کرد، چون تا اون روز چنین چیزی بی سابقه بود. ساعتش فقط 20 گرم بود. یه چیز دیگه که ریچارد میل رو خیلی متمایز میکنه از بقیه برندها تعهدشون به سفارشی سازیه. یعنی میان یه طیف وسیعی از گزینه‌ها رو به مشتری میدن و مشتری میتونه بر اساس اونها ساعتی که مرتبط به شخصیت خودشه رو واسه خودش بسازه. از رنگ و مواد بگیر تا حکاکی و حتی مثلا استفاده از یه سری سنگ‌های خاص. ارزون ترین ساعت توی این برند $60,000 و خب خیلی کم میشه ساعتی تو این برند پیدا کرد که زیر $100,000 باشه. خب اینم 5 تا برند ساعت لوکس دنیا. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.